چیو نمیفهمی شهاب جان؟ آدم واسه فهمیدن شانس که وقتش رو تلف نمیکنه، رو هوا میزنتش، بغلش میکنه. تو اصلا میدونی ترنوور این شرکت چقدره؟ حالا آقا جون من درست یا غلط قربونش برم، میخواد همه چیو بده دست تو بین این همه آدم. چرا داری گیج میزنی؟ شهاب من نگاه کن، مگه نگفتی ناراحتیت دستش؟ مگه نگفتی یه عمر ولت کرده رفته سراغتو نگرفته؟ خب حالا میخواد یه کارایی بکنه، میخواد جبران کنه، فرصت بده بهش. بذار ببین چی کار میخواد بکنه، دلشو نشکن، ول کن بابا. من نمیدونم موشینو چی کار کنم. تو فکر کردی من همین الان میدونم با مامان بابام چی کار کنم؟ اون الان فکر میکنم من با آقا جون دست به یکی کردم تو رو بردارم بیارم اینجا. چیزی بهت گفتم؟ حتما گفتن که دارم میگم دیگه. به خدا منم اصلا شرایطم خوب نیست. من کارمند شرکتم، شما رئیس شرکت. میخوام رئیس ها برسونم. آها، چون رئیسم میخوای برسون. اگه رئیس نبودم نمیرسوندی؟